صدبار خونش میفروشه میده ببین موقع لباسون هم بخوای بهت پاره درود بر شما همراهان همیشگی کانال هواشی شو. امروز با خبری تلخ و دردناک در رابطه با حمید گودرزی اومدم پیشتون. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. حمید گودرزی زاده دوم آذر 1356 بازیگر، مجری و مدیر برنامه‌ریزی است. نخستین تجربه سینمایی او بازی کوتاهی در فیلم سهراب به کارگردانی سعید سهیلی بوده. مادر حمید گودرزی خانم شیرین بشارتی تنها 14 سال اختلاف سنی با پسر بازیگرش داشت. حمید گودرزی 2 شب قبل خبر فوت مادرش را داد و بر اساس این گزارش حمید گودرزی به سوی مادرش نشسته. آقای گودرزی در تهران در خانواده اصالتاً اهل بروجرد متولد شد. او در یک خانواده 4 نفره به دنیا آمده و تنها 1 خواهر دارد. اصالتاً لور می باشند و پدرش تاجر بوده. جالب است بدانید مادرش با کار بازیگری او خیلی مخالف بوده. آقای گودرزی در 20 شهریور 1383 با دختری به نام ماندانا دانشور ازدواج کرد. اما سال 95 بعد از 12 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. گودرزی میگوید همسرش علاقه‌ای به زندگی در ایران نداشت و میخواست از ایران بره. او در تیر ماه 98 در مراسم 19مین جشن حافظ از همسر دوم خود رونمایی کرد. ناگفته نماند او از سال 1381 به عنوان مدل چرم مشهد وارد کارهای تبلیغاتی شد و همچنان با برندهای مختلفی به عنوان مدل همکاری دارد. حمید گودرزی علاوه بر بازیگری تجارت فرش و شکلات هم می کند. از شهرت و سوپر استار شدن متنفر است و آرامش را با 2 عامل سلامتی و ثروت معنی می کند و همینطور به شدت به تیم استقلال علاقه زیادی دارد. با انتشار یک استوری خبر از درگذشت مادرش را داد. مراسم خاکسپاری شیرین بشارتی مادر حمید گودرزی روز شنبه در بهشت زهرا برگزار شد و مراسم ختم ایشان روز دوشنبه ساعت 5 عصر در مسجد جامع شهرک قدس برگزار خواهد شد. مرسی که تا پایان برنامه همراه ما بودید. نظرتون رو برامون کامنت کنید. لایک و سابسکرایب کانال هواشی شو یادت نره.